یه سوال، تا حالا شده شب با خودت بگی از شنبه یا از فردا دوباره شروع میکنم؟ یا یه کاری رو میخوای شروع کنی بگی که از فردا، یا صبر میکنی شنبه برسه و میگی خب شنبه دیگه حتما شروع میکنم؟ مشکل دقیقا از همینجا شروع میشه که اون شنبه یک انگیزه موقتی داره به تو میده و اصلا هیچ فرقی نمیکنه شنبه، یک شنبه یا جمعه یا پنج شنبه حتی اصلا شروع کنی. تو کاری که میخوای شروع کنی هیچ تفاوتی نمیکنه تو از چه روزی بخوای شروع کنی، اگه اون چیزی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم اصلا توی زندگیت نباشه و تو اصلا جایی براش باز نکرده باشی و فکر میکنی که فقط اگه انگیزه داشته باشی خیلی کارا رو میتونی بکنی. اما دلیل اصلی که ما اینجاییم و امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم با همدیگه فقط و فقط نظمه. به نام خداوند رنگین کمان، درود. خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوبی رادیو فرهنگ. میرزا هستم و امروز با یک ویدیو خیلی متفاوت در خدمتتونم. ویدیو قبلی در مورد یه سری دروغاییه که تو به خودت میگی، یه سری جملاتیه که شبانه روز داری با خودت تکرار میکنی و فقط و فقط خودتو داری از اون هدفات دورتر میکنی. که خب لینکش رو این بالا میذارم، اگه ندیدید اون ویدیو رو هم حتما ببینید. و دیگه توضیح اضافه نمیدم، بریم سراغ اصل داستان و زیاد وقتتون نگیرم که این ویدیو هم مثل ویدیو قبلی سریع بتونم خلاصش کنم و یک اطلاعات مفید بهتون بدم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم حتما بزنید. پیج اینستاگراممون هم این پایین میاد، دوست داشتید حتما پیج اینستاگراممون هم فالو داشته باشید. بریم سراغ اصل موضوع. ما گفتیم یه چیزی هست به جز انگیزه که خب خیلی این وسط مهمه و اصلا بهش توجه نمیکنه و کوچکترین کارهایی که ما توی روزمرهمون انجام میدیم در دراز مدت میتونه آنچنان تأثیری روی زندگی ما بذاره که خودت بعد از چند وقت اگه اونا رو رعایت بکنی مرتب و منظم، میبینی که چقدر همه چی برات تغییر کرده، چقدر همه چیز خوب شده، چقدر همه چیز باب میلته. نظم، واژه‌ای به شدت ساده، به شدت کاربردی و لازم هم نیست تو از فردا صبح ساعت 5 پاشی نمیدونم شروع کنی دو فصل کتاب بخونی، زبان رو چند جلسه کار کنی، کتاب مختلف بخری و خودتو خیلی اذیت کنی. من این کارا رو الان نمیخوام انجام بدیم. من میخوام تو با 5 دقیقه 10 دقیقه هایی که به خودت میدی این نظم رو بیاری تو زندگی. خیلی ها شاید داشته باشن، میتونن توی با دیدن این ویدیو بهترش کنن، خیلی هم اصلا ندارن، ازش خبر ندارن و تو زندگیشون جایی نداره و فقط فکر میکنن همه چیز انگیزه است. اما امروز تفاوتشون هم بهتون میگم. قبل از اینم بگم شاید از نظر حالا محتوایی خیلی ها صحبت کرده باشن راجع به این موضوع و خیلی تکنیک ها و نقل قول های خیلی زیادی آورده باشن، اما من فقط خیلی ساده میخوام به توضیح بدم که اصلا این نظم چیه، برای چی مهمه و اصلا چه تأثیری توی دراز مدت روی زندگی خودت و دیگران و آدمای اطرافت و حتی جامعت میتونه داشته باشه. چون اینجا رادیو فرهنگ و ما قراره که فرهنگ یک جامعه رو با هم دیگه دوباره از اول بیایم و جلو ببریم. و این نکته هم اول ویدیو گفتم که این مکمل اون ویدیو قبلیه و این نیاز بود که من ادامه اون ویدیو بیام راجع به صحبت کنم و خب اگه میخواستم همش رو یه جا بگم واقعا خیلی طولانی میشد و خب همینطوری بازدیدای پیج و کانال زیاد بالا نیست، ویدیو طولانی هم خیلی از حوصله‌شون خارجه. تا حالا شده شب با خودت میگی از فردا دیگه شروع میکنم و این صحبت های این چنینی و صبح که پا میشی آلارمت زنگ میخوره، حالا با خودت تصمیم گرفتی که 6 صبح، 5 صبح، 7 صبح بیدار شی و این مشکل هم وجود داره تو خود من، مثلا خیلی به وجود میاد. منم شنبه یک شنبه ها اینطوری هم و مثلا دوشنبه به بعد ساعت بیدار شدنم هی داره عقب میافته و هی خسته تر میشم، در صورتی که این روزا هفته اول هفته بعد از یه استراحت که خب خیلی چیزا رو میذاری کنار و یه استراحت کوتاهی میکنی هم جسمی هم فکری و مغزی، اون شنبه برات خیلی لذت بخشه. اما نکته اینجاست و نکتهش اینه که این نظمه فقط روز اول و دوم نباید
با تو باشه، تو کل عمرت باید جاش بدی. و این انگیزه است که روز اول و دوم خیلی خوب همراهیت میکنه و روز چهارم به خاطر خستگی، خوابالودگی، نمیدونم یه روز شاید کارت خیلی سخت باشه، نرسی اون روزی که برنامه ریزی کردی به زبانت، به کتابت، به ورزشت برسی، نظم اینجا میاد خودش رو نشون میده. ولی انگیزه دقیقاً همینجا پاشو پس میکشه. مثلا انگیزه میگه به من چه ربطی داره اصلا، موضوع برو با نظم در میون بذار. اینجا کاریه که وقتی که نمیشه اون کاری که باید رو انجام بدی، این میشه نظم داشتن. حالا بیا ببینیم اصلا این نظم واقعا چیه. وقتی به یکی میگیم آدم منظم، چی رو تصور میکنیم؟ کسی رو تصور میکنه که ساعت 5 بیدار میشه، 2 ساعت ورزش میکنه، 2 ساعت کتاب میخونه، 1 ساعت زبان کار میکنه، سر ساعت به کارهاش میرسه. اینا خیلی خوبه و خیلی هم درست و اوکیه توی مقوله نظم، اما این آدم چی کار کرده که به این درجه رسیده که این کارا رو تو این تایم زیاد میتونه انجام بده؟ اما نظم واقعی یعنی این که وقتی کاری رو باید انجام بدی، حتی وقتی حالشو نداری تو انجامش بدی، حتی وقتی خیلی خسته ای انجامش بدی، حتی وقتی هیچ انگیزه و هیچ حس و حالی توی وجودت وجود نداره، اون کار رو تو بری انجام بدی. اینو ما بهش میگیم نظم. و خب این یه سری کارا داره دیگه. ببین باید برای خودت برنامه‌ریزی‌های مختلف داشته باشی و من پیشنهادم، چیزی که خودم تست کردم و جواب گرفتم، خیلی‌ها اشتباهی که میکنن اینه که میان برای کاری که میخوان انجام بدن ساعت تعیین میکنن. خب و این بازی ذهن با ساعت و این اعداد و ارقام فقط و فقط ذهنتو خسته میکنه. چرا؟ چون شاید من روز اول که میخوام زبان بخونم، مثلا میام با خودم میگم از ساعت 3 تا 3 و نیم یا 1 رو به 4 من میخوام زبان بخونم، نیم ساعت 45 دقیقه، و ساعت رو از قبل تنظیم کردم. شب قبل خب نشستم نوشتم خب ببین من الان امروز باید این ساعت این کارو بکنم. حالا همون روز نهار دیر آماده میشه و اون برنامه ریزی 5 دقیقه 10 دقیقه عقب میفته. همون روز توی ترافیک گیر میکنی، 10 دقیقه دیرتر میرسی خونه. همون روز حالا بسته به کارت که با ارباب رجوع داری یا حجم کاریت کلا بالا بوده، یعنی وارد جزئیات بشم فقط ویدیو طولانی میشه. حجم کارت اون روز خیلی بالا بوده، خب، و یه خستگی خیلی زیادی توی ذهنت هست و این ساعته ممکنه که جابجا بشه. و زمانی که این ساعته، حالا من اینطوریم، زمانی که این ساعته جابجا میشه خیلی به هم ریختگی ذهنی برات ایجاد میکنه. حالا یا اون کار رو انجام میدی از سر و تش میزنی، یه سری چیزا رو گوش نمیکنی، یه سری جاها رو رد میکنی، میگی خب اینو بلدم و اینطوری کلا سر و تش رو میزنی که حالا کار رو انجام بدی. اگه هم نکنی میگی خب امروز که نشد مثلا سر ساعت برسم، حالا دیگه کلا ولش کن. ببین کلا ولش کنم میگیم، میگیم خب زبانو میذارم اول این کارامو انجام میدم که رو ساعت نوشتم، زمان اضافه داشتم یا جاش میدم توی برنامه، یا یک جبرانی یک روزی که استراحت دارم براش میذارم. مشکل ساعت رو دارم الان میگم. این کار رو هیچ کدوم نمی کنیم. میام میگه خب 3 من شده 3 و نیم، خب من گفتم تا 3 و نیم 1 رو به 4، خب پس ولش کن من دیگه مثلا نمیخونم. یا اصلا اینو کلا نمیخونی، یا میگه خب برنامه‌ام به هم ریخت کلا بقیه‌شو ولش کن. اما یه کار خیلی کوچیکی که باید اول انجام بدی اینه که کلا برنامه‌تو بنویس بدون ساعت. مثلا بنویس که من امروز بعد از کار 10 دقیقه استراحت میکنم، بعد از استراحت زبان میخونم، بعد از زبان 10 صفحه کتابم رو میخونم، کتابو که خونم اگه خب پروژه‌ای داری کاری داری انجام میدی، بعد از اون آقا باشگاه همو میرم، بعد باشگاه برنامه‌ریزی فردامو میکنم، شب فیلم میبینم، سریال میبینم و هر چیز دیگه که خودت دلت میخواد انجام بدی، اما چیزهایی که به پیشرفتت ربط داره، چیزهایی که زندگی تو به سمتی سوق میدی که تو خودت دوست داری بره. نه اینکه بیای بشینی بگی خب حالا کارامو کردم بشینم 3 فصل، میگم 3 فصل، بشینم 3 قسمت سریال ببینم و خب 2 ساعت از زمانت همینطوری بره، در صورتی که 2 ساعت مفیدت میتونه خیلی مطالب علمی
و مطالب خیلی خوبی به زندگیت و خودت اضافه کنه که تو مسیرت خیلی کمکت کنه. پس اینو حتما یاد باشه، اگه میخوای نظم و برنامه ریزی توی زندگیت راه بدی، اصلا اولش و جایی که ما اصلا معلوم نیست، نه تایم کاریمون معلومه و نه ترافیک معلومه و نه کارهای خونه‌مون و خیلی چیزا معلوم نیست، به نظرم از ساعت نذاری و فقط بگی بعد از فلان کارو میکنم، از نظر من و چیزی که خودم تست کردم و جواب گرفتم ازش، تو خیلی قشنگتر میتونی نظم رو توی زندگی جا بدی. و نکتهش اینه که از تایم‌های خیلی زیاد شروع نکن که ذهنتو خسته کنی. ذهنتو عادت داره و دلش میخواد که کلا ریلکس باشه کلا همه چی. پس بیا تایم‌های خیلی کوچیک کوچیک این کارا رو شروع کن. هر 2-3 روز یه بار تایماتو افزایش بده، نه که یهو یک تایم عظیمی بخوای زبان بخونی، تایم عظیمی رو بخوای کتاب بخونی، خیلی تایم عظیمی بخوای رو پروژه‌ات کار کنی. یه پروژه‌ای داری که آقا فکر می‌کنی چند ساعت طول می‌کشه و حالا تازه وارد کاری شدی که می‌خوای پروژه انجام بدی، به نظر من هر نیم ساعت 10 دقیقه به خودت استراحت بده و این نیم ساعت‌ها رو هی 2-3 روز یه بار 5 دقیقه اضافه کن که این ذهنت عادت کنه که تو بهش مسلطی و نمیتونه تو رو گول بزنه که بخواد از اون تایم استراحت استفاده دیگه‌ای بکنی و اصلا از کارت بزنی. خب گفتیم که نظم با انگیزه یه سری تفاوت‌ها داره. گفتیم آقا انگیزه دائمی نیست، همیشه همراهت نیست. تو شاید یک ویدیوی انگیزشی ببینی و دلت بخواد که بری ورزش کنی، دلت بخواد بری طبق اون ویدیو یه سری کاری که دلت میخواد رو انجام بدی. این خیلی خوبه. اما مشکلش اینه که روز اول و دوم شاید به جواب بده، ولی روز سوم و چهارم اصلا دیگه یاریت نمیکنه. چون میگم خیلی اتفاقات و دلایلی به این انگیزه داشتن بستگی داره و همیشه توی تو وجود نداره. خیلی وقتا اعصاب خوردی های خیلی شدید ممکنه انگیزه تو از بین ببره. بحث کردن با یه نفر میتونه انگیزه تو از بین ببره. یک اتفاق تلخی که حالا یک تصادف خیلی که حتی کوچکترین تصادف خدایی نکرده برات پیش بیاد، میتونه کلا انگیزه تو از بین ببره برای کاری که اون روز میخوای انجام بدی. اینجا وقتی نظم وارد میشه، انگیزه اصلا هیچ معنی نداره، چون با نظم داشتن و منظم بودن تو یک چیزی رو به اضاف میکنه و اونه که میتونی هدف برای خودت تعیین کنی. من هدفم اینه که آقا زبان رو یاد بگیرم. خب روزی نیم ساعت زبان خوندن یا 2-3 روز یک بار نیم ساعت زبان خوندن در طول یک سال وقتی منظم باشه اونقدر به اطلاعات تو اضافه میکنه که بعد یک سال وقتی خودتو میبینی خیلی از مکالمه ها رو داری متوجه میشی، خودت حواست نیست چقدر کار کردی چون هر روز نبوده اما منظم بوده. خیلی از هر روز کار میکنن، من بودم دیگه، من هر روز میخوندم، بعد اومدم دیدم خب من به آخر هفته میرسم اصلا هیچی از اول هفته اولا یادم نیست، دوما این که اصلا مثل اول هفته اصلا گوش نمیکنم، مثل اول هفته اصلا دل نمیدم به کار. اومدم کردمش هفته 2 بار، دیدم خب این خیلی خوبه، مشتاقم واسه دیدن قسمت بعد و تا میاد به قسمت بعد برسم، چون آنلاین میخونم، تا بیام به قسمت بعدی برسم چیکار کردم؟ اون یه قسمت رو مینویسم، دوره میکنم با خودم و قسمت بعد اون چیزای قسمت قبل یادمه، توی ذهنم هست، موندگاره و همینطور دل زده نشدم و انگیزم و نظمم از بین نرفته. پس این چیزا هم دیگه این همش دست خودته ها. یکی هست میرسه هر روز، حافظش خیلی خوبه، یه نفرم هست دغدغه های فکری و ذهنیش انقدر زیاده خیلی مطالب تو ذهنش نمیمونه، پس مجبوره که یه سری راهکارها بیاد این وسط اضافه کنه. پس نظم داشتنه که تو رو این وسط میتونه نجات بده و میتونه به تو اون انگیزه و هدف رو بده که بری به هدفات برسی. حالا هدف حتما پول نیست هدف یکی شاید از زبان خوندن و کتاب خوندن افزایش علم و آگاهیشه و این کارو میکنه و آگاهیش اونقدری که دلش میخواد بالا میبره. یه نفر مهاجرته، یه نفر تو بیزینسش میتونه ارتقای شغلی بگیره، یه نفر میتونه یک مسیر خیلی جدید برای کار خودش و راه خودش و ارتباط با آدم ها باز کنه و این هدفی که میگم حتما یه چیز خاصی نیست، هر هدفی که خودت دلت میخواد. با نظم داشتن خیلی زودتر و خیلی قشنگتر
میتونی برسی جای اینکه بخوای خودتو کلا درگیر یه سری مسائل کنی که بدون نظم و با بی‌نظمی بخوای جلو ببری و حجم خیلی زیادی از کارا رو سر خودت بریزی که فقط مثلا یه پله خیلی زودتر برداری. و در صورتی که اون پله رو بری، اون قدم رو برداری و جلو بری، میبینی که خب یه سری چیزها رو این وسط دست دادی، تو این عجله کردنی یه سری مطالب فراموشت شده، یاد نگرفتی، درست مطالعه نکردی و خیلی چیزایی. خب یه موضوع خیلی مهم اینه که ببینید این که ما از نظم صحبت میکنیم منظور این نیست فردا صبح زندگیت نظامی طور بشه، ساعت 5 صبح بیدار شی، نمیدونم بری کله سحر بری ورزش کنی، بری نمیدونم شروع کنی کتابای مختلف بخری. اینو اول ویدیو گفتم. ببین این چیزا یکی دو روز دوام دارن. تو باید بدونی اول اصلا چی میخوای، هدفت از این نظم ایجاد کردن چیه. من هدفم از نظم ایجاد کردن توی زندگی میموده که یوتیوبمو جلو ببرم، زبانمو بتونم تقویت کنم، بهترش کنم. و خب چون مشغله کاری دارم، از صبح مثلا کار اداریم، صبح تا ظهر سر کارم، عصر به بعدم تا باشگاه دارم و خیلی این چیزهای دیگه، نظم توی زندگی من خیلی واجب بود و باید می آوردمش. چون با بی‌نظمی من ممکن بود اصلا به اینجا نرسم که بخوام بشینم اینجا اصلا ویدیو بسازم، بخوام اصلا صحبتی بود. پس ببین نظم با هدفهای تو باید هماهنگ باشه. باید ببینی چی میخوای، باید برنامه‌ریزیاتو بکنی و اون موقع بیای نظم رو تو زندگی جا بدی و بر اساس اون بری جلو. یه وقت یکی از آقا من واقعا آدم 5 صبح نیستم، من واقعا آدمش نیستم، چون تا ساعت 12 و 1 شب بیدارم و دارم به کارام میرسم، چجوری من ساعت 5 صبح پاشم؟ بعد اصلا صبح که پا میشم تا یکی دو ساعت اصلا نمیفهمم دور و برم چه خبره. چطوری بیام ساعت مثلا 10 شب بخوابم، 5 صبحم پاشم، بعد بخوام تا 7 که میخوام برم سر کار، تو اون 2 ساعت من هیچ کاری عملا نمیتونم بکنم. پس مجبورم که بیام به ساعت بیداریم اضافه کنم که از این طرف حداقل بدونم چطوری جلو ببرم برنامه‌مو و چی کار باید بکنم. پس اینو یاد باشه که باید با برنامه‌ریزی و شرایط زندگی خودت اینو جلو ببری. من نمیخوام بگم 5 صبح پاشو و نمیخوام بگم تا ساعت 11 بخواب. من این حرفا رو نمیخوام بگم. صبح باید بیدار شی، هر چه زودتر به نفع خودت. من آقا 7 بیدار میشم که به کارم برسم، سر کار باید باشم، اوکی. ولی یه نفر دیگه مجبور 6 باشه که ساعت 7 سر کارش باشه. خب مجبور آقا 11 بخوابه که 6 سر حال پاشه. پس ببین این که من میگم تا 1 و 2 قرار نیست تو هم تا 1 و 2 چون من ساعت 7 قراره برم سر کار، من 8 قراره سر کار باشم. پس 1 تا 7 یا 12 تا 7 بخوابم هم اوکیم. ظهرم از سر کار میام، نیم ساعت 40 دقیقه زمان دارم که تایم ظهرم هم یه استراحت کوتاهی بکنم و بعد به بقیه کارام برسم. پس اینی که میگم حتما با برنامه ریزی و شرایط زندگی خودت این نظم رو بچین و وارد زندگیت کن و برنامه ریزیش کن. و اصلا هم کاری نداشته باش که کی میخوای شروع کنی. تو پنجشنبه عصر هم بخوای که زبان یاد بگیری، زبان و کتاب بخونی و یک مطلبی یاد بگیری، میتونی یاد بگیری. نیازی نیست حتما صبر کنی شنبه بشه که. پس این نکته رو حتما یاد باشه. نظم از کجا شروع میشه؟ از یک نکته خیلی ساده، از یک تصمیم خیلی ساده. کمتر به خودت قول بده، بیشتر عمل کن. کمتر تصمیم‌های خیلی هیجانی و زیاد بگیر و بیار روی ورقه. من که میگم مثلا تو روزتو به 3 تا 4 تا کار اختصاص بده. یهو نه یا 10 تا کارو بیار رو برگه ببینی خب اینو نمیرسم، اینو نمیتونم انجام بدم، اینم ولش کن. خب نس فایده نداره، با ولش کن، جمع کنیم بریم. خب این درست نیست. هر چیزی از دو اندازش باید رعایت بشه، حتی کارهایی که میخوای بکنی. تو یه شب نمیتونی واقعا چند تا پله بری بالا. وقتی یه هدفی رو میذاری برا خودت، باید قدم به قدم بری جلو، وگرنه از پا میفتی. این دیگه ساده تر از این واقعا نمیتونستم این مطالب رو بهت بگم که بگم چی کار باید بکن. پس کمتر به خودت قول بده و بیشتر عمل کن. تصمیم های خیلی کوچیک، همون 5 صفحه کتاب، نیم ساعت زبان خوندن، وقتی مدام تکرار میشن نتیجه هاشون خیلی بزرگه. و این اول به این نتیجه، به این فکر نکن که خب کی قراره اتفاق بیفته.
تو مسیرتو قشنگ برو، به وقتش خیلی قشنگ برات اتفاق میفته. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تو هم اگه کاری هست که خیلی وقته دوست داری انجامش بدی ولی خب به خاطر نداشتن نظم و نداشتن انگیزه تا حالا عقب انداختی، توی کامنت ها حتما برام بنویسش. اینجا توی رادیو فرهنگ با هم دیگه یاد میگیریم چطور بهتر فکر کنیم، بهتر رفتار کنیم و دنیای خیلی بهتری بسازیم. تا یک ویدیو دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.